یک گروه جوانان با مقصد صادر نمودن جنایت راهزنی در روی نقاب کشیده با چوب دست مسلح به نقطه‌های فروش سوزشواری وارد گردیده کارمندان نقطه‌های مذکور را لطوکوب نموده از آنجا مبلغ کلان به دست آوردند. در نتیجه بردن کارهای اپراتیوی جستجویی این جنایت پیشگان از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی بازداشت گردیدند. همکارمان احسان عبدالله‌زاده در این خصوص گزارش می‌دهد. اشخاصی که ارث مال و ثروت چشمانشان را خیره کرده است با مقصد تصرف مال ملک غیر حتی به کردارهای جنایتی دست میزنند که برای حیات و سلامتی شهروندان خطرناک میباشد. کارمندان شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در گروه ناحیه حصار دو دلیل جنایت راهزنی را آشکار نمودند که از جانب یک گروه جنایت پیشه صادر گردیده است. هر دو حالت جنایت در نقطه‌های فروش سوزشواری به عمل آمده. گمانبران این جنایت محض خزینه‌داران این نقطه‌ها را مورد هدف قرار دادند. گروه جنایتی را شهروند سیدوف اسمت الله سال تولدش 1995 استقامت کننده جماعت دیوتی رباط شهری ترسونزاده تشکیل نموده خود راهبری نموده است. از جمله سیدوف اسمت الله با مسلکانش مرتضی جمشید و نبیف کاملجان استقامت کنندگان جماعت دیوتی سرکشتی ناحیه رودکی که این زمان در کاف قرار دارند با مسئولیت پیشکی ماه دکبر سال 2019 شبانه در رویشان نقاب و با اشیاءهای چوبین مخصوص تیار کرده شده مسلح به نقطه فروش سوزشواری جمعیتی دارای مسئولیتش محدود غیرت 82 واقع در ناحیه رودکی جماعت دیوتی سرکشتی دهه چارتود وارد شده خزینه‌دار نقطه فروش سوزشواری محیدینوف زاکر شمسدینوویچ ساکن شهر دوشنبه را مورد لطوکوب قرار داده از داخل صندوق آهنین 26820 سومانی را تصرف نمودند. همچنین گمانبر شده سیدوف اسمت الله با خالقوف بحردین سال تولدش 2002 ساکن جماعت دهات سرکشتی ناحیه رودکی ماه مارس سال 2020 با مسئولیت پیشکی در روی نقاب با ماده‌های ترکنده خودساخت و چوب دست مسلح به نقطه فروشی سوزشواری رقم 14 جمعیت دارای مسئولیتش محدود گازپروم نفت تاجیکستان واقع در دهه شروع شهر حصار وارد شده محافظ نقطه فروشی سوزشواری شهروند جابروف جمال‌الدین ساکن شهر حصار را لطوکوب نموده با استفاده ماده‌های ترکنده خودساخت از خزینه نقطه فروشی سوزشواری 2200 سومانی را تصرف نمودند. کردار مذکور نیز شبانه صادر گردیده است. ما با همراه بحردین اومدیم پیش زاپرافکا همجا چقریده بعد همجا چوب تیار کردیم انتظار شدیم ماشینا کم شود بعد ماشینا کم شد ماسکا پریچاتکی را پوشیدیم ای پشتش اومدیم زاپرافکا را محافظا در اومدن در پشتی درشون بالون موندیم بعد من در اومدم زیر پاکتا پرفتم و کاسیر گریخت در اومدم عقفاش سر کردم خیلی محافظ برومد محافظ زدم غلطید در اومدم با چوب زدم در اومدم پلا گرفتم ای کاسه 2200 سم بعد بحردین در 200 سم دادم اون در چه خودم گرفتم رفتیم بعد مغازین شرورا اونجا یک مغازین زدیم روغن گرفتیم از اونجا. وابسته به حالتهای جای داشته با دسترسی ماده 249 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد. گمانبران سیدوف اسمت الله و خالقوف بحردین به حبس پیشگی گرفته شده برای دستگیر نمودن هم مسلکان آنها کارهای جستجویی به راه مانده شده است.